وقت بخیری دارم خدمت یک شما دوستای خوب و نازنینم. امیدوارم در هر جای هستین خوب و خوشحال باشین. خوش آمدین در یک ویلوگ جدیدی. من بازم آشپزی دارم، قرار است غذای هوسانه آماده کنم. متاسفانه امشب وقت نداریم. امیدوارم که بتونم یک چیزی خیلی خوب آماده کنم دیگه، اما که مزه واقعیش خیلی خوشمزه باشه. اینجا ما پیاز رنده کردیم، تخم مرغ دارم، گشنیز دارم و ادویجات که اینجا میبینین. اینجا هم کچالو آبجوش کردیم که راندنم. خب باشه من تا آخر ویدیو ببینیم که چی پخته میکنیم، خوشمزه میشه آخرش. کچالو هم که به حد داغه، به سختی دستاین تحمل ندیرم دقیقه. زیرا خوب هم بزنم که خوب کچالو چی شد. تخم مرغ را اضافه منم. موادایی که اینجا آماده کردیم همهش سری کچالوی آبجوش شده اضافه منیم. باشه دستای ما پاک کنم. میشم از تخم مرغ دفعه پیازی رنده شده، دفعه گشنیز، نوبتی ادویجات. اینجا نمک دارم، زیره، زردچوبه، فلفل قرمز و شیبت. خوبم میزنم که مواد ها مخلوط شود. میرم از خمری غذای امشب که اینجا خوب هم زدیم. یک چند دقیقه میمانم، اگر چند لازم هم نیست ولی من میمانم که خوب مزه ادویه رو بگیره. یک مداخل آب نمک میمانم کن من زیرا خوب آب کشی جانانه بکنم. سبزیجاتی که پاک کردم یکم داخل آب نمک میمونه برای یک ساعت نیم ساعت. بسیار خوب آب کشی رو میکنه تا خوب پاک شد و صحیح.
بابا دیش سرویس نامه از غذام کوکی کچالو. دوستای خوبیم، این بود از غذای امشبیم، کوکوی کچالوست که در تاریکی و ببرقی کابل آماده کردم. از قرار رنگش خیلی خوشمزه به نظر میرسه. جای شما خالی. تشکر که ویدیوی من تا آخر بیننده هستین و حمایت هم میکنین. بازم به حمایت یک شما نیاز دارم. شما رو به الله پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. خداحافظ.